میدونی عاشقی یعنی چی؟ بله دیگه، یعنی ازدواج. خب همه اینا یعنی چی؟ به خدا میدونم بابا، بگیم بیاد همینجا تمام میکنیم. عزیزم بمیده بایستم. رهنه جان، تو میدونی اینا چرا دعوا میکردن؟ من و روحان داشتیم با هم عروسی میکردیم، بعد آزاد اومد دعوا شد. تو که گفتی داشتیم غذا میخوردیم. خب غذای عروسی بود دیگه. آزاد تو واسه چی مزاحمشون شدی؟ خب منم میخواستم عروسی کنم، گفتم که عاشقشم. اول من بهش گفتم. اول روحان گفت، تو نگفتی. خب الان داره میگه. نظر تو چیه؟ من مشکلی ندارم. مگه به روحان قول ندادی؟ خب روحانم قبول داره. نه دیگه نمیشه، باید یه نفر باشه. نمیشه یه روز در میون، یه روز آزاد، یه روز روحان. چه خبر؟ البته یه شرطی دارم با آزاد. چه شرطم میذاره؟ نه خیر نمیشه. آقا اون روز همراز گفتش که میشه. همرازو بگو بیاد. چه حالا؟ همراز، تو میدونی بچه ها چرا دعوا میکردن با هم؟ فکر کنم سر بچه. کدوم بچه؟ بچه روحان رعنا دیگه. تا اینجا هم پیش رفتیم؟ اون بچه من دروغ میگه. تو از کجا میگی بچه توه؟ من خودم بهش یاد. چشمم روشن. ما اینجا نقاشی و بازی آموزش میدیم، اون وقت اینا رو ببین. مثلا تو کدوم کلاس یاد گرفتین؟ خانوم ما که اینجا یاد نگرفتیم. بله معلومه. خانوم بله. من در مورد این موضوع خیلی فکر کردم. به نظر من رعنا با آزاد ازدواج کنه خیلی بهتره ها. چرا اون وقت؟ چون من روحان خیلی بیشتر به هم صمیمی سریم. که شما هم با هم ازدواج کنی؟ با اجازه بزرگتر بله.